پروردگار دو مشرق و دو مغرب است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ دو دریای مختلف را کنار هم قرار داد تا به هم برسند، میانشان حائلی است تا در هم نیامیزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ از آن دو دریا مروارید و مرجان خارج می‌شود. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ کشتی‌هایی که چون کوهی در دریا روانند از آن اوست. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ هر که بر روی زمین است فانی است و فقط وجه پروردگار صاحب جلال و گرامیت باقی می‌ماند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ همه کسانی که در آسمان‌ها و زمینند از او تقاضا دارند و او هر روز در کاری است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟